به تمام ترورها نگاه کنید. لقد اغتال الأعداء أفضل علمائنا ولطالما كنا ضحية الإرهاب. نحن لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية ولا نسعى إلى الحرب ولا نعتدي على أي دولة، ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة، وكلما اشتدت التهديدات سنزداد صلابة وقوة وسنواجهها. فإيران لن تصبح مستعمرة للأجانب، بل تتطلع إلى السلام والهدوء، وعلى فارض الحظر رفعه. ونحن سنواصل مسارنا وسنحل جميع المشاكل بالحوار. وبناء على هذا سيتوجه وزير الخارجية السبت إلى عمان لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بناء على توجيهات قائد الثورة الإسلامية الذي سمح بمفاوضات غير مباشرة فقط مع واشنطن لأننا لا نثق بها. ولی نه به صورت مستقیم، برای اینکه اعتماد نداریم. ما به دنبال بمب اتم نیستیم. اینا میخوان بگن آقا ایران میخواد بمب اتم درست. چه کسی بالاتر از مقام رهبری توی این مملکت میتونه سیاست گذاری کنه که رسما علنا اعلام کرده که ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم؟ اینا هی میخوان تبلیغ بکنن که ایران میخواد بمب هسته‌ای درست بکنه. میخوایم اطمینان پیدا کنیم. از چی میخوای اطمینان پیدا کنیم؟ 100 بار راستی آزمایی کردید، 1000 بار هم راستی آزمایی کنید. ولی ما به علم هسته‌ای و به انرژی هسته‌ای و به تمام این زمینه‌هایی که الان عزیزان اینجا مطرح فرمودن ما اعلام میکنیم، اعلام کردیم. مقام معظم رهبری، من خدمتشون بارها هر هفته خدمتشون هستیم. اصلا مقام ایشون با سرمایه گذار آمریکایی تو کشور هیچ گونه مخالفتی ندارن. افراد سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه. ما با توطئه کردن، با براندازی، با سیاست‌های غلطی که اونا دارن میکنن، ایران محل جایی نیست که یه عده بیان و توطئه بکنن و کشور رو بخوان در حقیقت نابود کنن. اطلاعات بگیرن و بعد بیان اون آدمایی رو که اطلاعات گرفتن ترور کنن. سرمایه گذاری بیان تو کشور سرمایه گذاری بکنن. مقام معظم رهبری فرمودن ما آماده مذاکره هستیم ولی نه به صورت مستقیم، برای اینکه اعتماد نداریم.